دسترسی سریع به تنظیمات کامپیوتر با فعال کردن حالت گاد مود. سلام، من پیمان هستم و اینجا مدی استودیاست. ممنون میشم قبل از شروع ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو دنبال کنید. خب امروز با یه آموزش خیلی سریع، مختصر و مفید در خدمت شما هستیم و اون هم فعال کردن حالت گاد موده. به صورت کلی حالت گاد مود یعنی اینکه ما به تعداد زیادی از تنظیمات ویندوز در داخل یک پنجره و در داخل یک فولدر دسترسی داشته باشیم و این میتونه برای ما خیلی جذاب و مفید باشه، چرا که همین اون تنظیمات در جابجای مختلف ویندوز قرار داده شده ولی ما الان به صورت یک جا بهشون دسترسی داریم. فعال کردن قابلیت گاد مود خیلی ساده و خیلی راحته. فقط از قبل ما نیاز به یک کد دستوری داریم. من اومدم این کد دستوری رو در داخل این فایل تکست براتون آماده کردم. در داخل دیسکریپشن هم قرار میدیم که شما بتونی راحت ازش استفاده کنی. کاری که میکنم اینه که این کد دستوری رو سلکت میکنم، کپیش میکنم و بعد روی صفحه دسکتاپ خودم راست کلیک، گزینه نیو و بعدش گزینه فولدر رو میزنم که یه نیو فولدر برای من ساخته بشه. اسم نیو فولدر رو با کلید کنترل و وی تغییر میدم به اون عبارتی که کپی کردم و در نهایت دکمه اینتر رو میزنم. همونطور که میبینید آیکون من در واقع تغییر شکل میده، به شکل یه آیتم کنترل پنل در میاد و بدون نام یا به عبارتی بدون اسم میشه و کافیه که من وارد این آیتم بشم. این میشه فعال کردن حالت گاد مود و همونطور که در پایین صفحه میبینید با 214 تا آیتم مختلف روبرو هستیم که تنظیمات جزء ویندوز رو در اختیار ما قرار میده. تمامی این تنظیمات به صورت دسته‌بندی شده هستش و خیلی مرتب و منظمن. به عنوان مثال ما در قسمت اتوپلی تنظیمات اتوپلی رو داریم، در قسمت بکاپ اند ریستور تنظیمات مربوط به این قسمت رو داریم، تنظیمات مربوط به بیت لاکر اینجا هستش، قسمت کریدنشیال ها رو در واقع در اینجا داریم. توی قسمت دیت اند تایم تنظیمات مربوط به زمان و تاریخ سیستم رو داریم. قسمت مربوط به دیوایس اند پرینترز رو داریم برای اد کردن دیوایس ها، برای ورود به دیوایس منیجر. بعد پایین تر که بیایم قسمت مربوط به فایل اکسپلورر و تنظیمات آپشنی رو داریم. قسمت فایل هیستوری هست، تنظیمات مربوط به فونت ها رو اینجا داریم. پایین تر که بیایم قسمت اینترنت آپشنز و تنظیمات مربوط به این بخش رو داریم. تنظیمات قسمت کیبورد، تنظیمات قسمت موس. در قسمت نتورک اند شیدینگ سنتر تنظیمات مربوط به کارت شبکه خودمون رو داریم. باز پایین تر که بیایم بخش پاور آپشن رو داریم. پایین تر که بیایم بخش اد اور ریموو پروگرامز رو داریم که بتونیم برنامه ها رو نصب یا اضافه بکنیم. برای آنینستال کردن برنامه ها از این قسمت میتونیم استفاده بکنیم. تنظیمات مربوط به ریژن ها رو داریم. در قسمت ساوند تنظیمات مربوط به ساوند یا والیوم رو داریم و خیلی تنظیمات دیگه. حتی شما از این قسمت میتونی یه دونه ریکاوری درایو بسازی، از این قسمت میتونی یه ریستور پوینت بسازی، از این قسمت میتونید در واقع سیستم رو جوین به دامین کنید، از اینجا میتونید شما اسم کامپیوتر رو عوض بکنید و خیلی کارهای دیگه. همونطور که میبینید تمام این تنظیمات تو بخش مختلف ویندوز، هر کدوم در جایگاه خودشونه، ولی با استفاده از فعال کردن حالت گاد مود شما همه اونها رو در قالب یک فولدر و در یک جا بهشون دسترسی کامل دارید. این میشه فعال کردن قابلیت گاد مود. شما میتونید تمام این تنظیمات ها رو دونه به دونه بخونید و دونه به دونه واردشون بشید و از امکاناتی که در اختیار شما قرار میدن استفاده کنید. این بود فعال کردن قابلیت گاد مود. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خدا نگهدار.